این درسته که سالها سعی کردن بعضیها به مردم این رو بفروشن که حالا اجازه بدید، صبر کنید، تحمل بکنید، بگذارید این نظام یک جوری خودش رو اصلاح بکنه. نتیجهش هم دیدیم. نتیجهش شده فقر. نتیجه شده که یک مادر بایستی نیمه شب سر سطل آشغال وایسته که به بچهش غذا برسونه، چون چیز دیگه نداره. رفیق من سنگ صبور غم‌ها، به دیدنم بیا که خیلی تنها، هیچی نمیفهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم. مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا، نمونده از جوونیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوونی، پیر شدم پیر تو ای جوونی. تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سود و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست. اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزن، اما تو کوه درد باش، طاقت بیار و مرد باش. تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سود و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست. اگر بیای همون جوری که بودی، کمی آرام حسود و از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده،
یکی شنیده از خودش بی خوده، اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جز یه سایه ای که خالی از عشق و امید، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشید. تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزن، اما تو کوه درد باش تا قد بیار اومد باش. تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست. این درسته که سالها سعی کردن بعضی ها به مردم این رو بفروشن که حالا اجازه بدید، صبر کنید، تحمل بکنید، بگذارید این نظام یک جوری خودش رو اصلاح بکنه. نتیجهش هم دیدیم، نتیجهش شده فقر، نتیجهش شده که یک مادر بایستی نیمه شب سر سطل آشغال وایسته که به بچهش غذا برسونه چون چیز دیگه نداره.